يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن والو رسیدیم به آیه شریفه 39 از سوره مبارکه ابراهیم علیه ولا نبینا السلام. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ستایش خدا را که بر من بداد، ابراهیم علیه السلام میگوید، ستایش خدا را که بر من بداد به هنگام پیری دو فرزند راد. نگفت که آل بیت اینا رو به من دادن، علی را واسطه کردم، طور که مشرکان علی پرست میگویند و ادعا میکنند. عطا کرده اسحاق هم اسماعیل، سمیع الدعا هست رب جلیل. من و نسل من را ز روی نیاز بگردان ز خوانندگان نماز. نه از سینه زنان، نه از نوح خانان، نه از قبر پرستان، از امام پرستان. من و نسل من را ز روی نیاز بگردان ز خوانندگان نماز. دعاهای ما را اجابت نما تا ای کردگار ای یگان خدا. حکمت دعا چه از طرف پیغمبران؟ عموما حکمت دعا اینه که شما ای انسان خدا تو بشناسید تا بدونید که خداوند بات هست، پشتیبانته، تا اینکه به جای خدا خدایان بشری نگیرید. الحمدلله الذي وهب لي على الكبر، در بزرگسالی، یعنی اینکه خداوند بر هر چیزی قادره. لذا قوانین و اسبابی را که خداوند در این هستی گذاشته در پیش موحدان در علم توحید، این قوانین صانع نتایج نیست، اسباب صانع مسببات نیست، بلکه آنچه صانع از قدرت خداوند عزوجل، مشیعتشه که نتایج درست میکنه، اسباب درست میکنه. لیکن این نتایج و اسباب در وقت حصول سبب ایجاد میشه. ولذا خداوند ممکنه کسی که بزرگ ساله
هیچ امید بچه درش نیست، اگه بخواد بهش بچه میده. مریضی را که هیچ علاجی نیست، خداوند میتونه شفا بده. بلکه بر خداوند همه چی آسونه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. همانا پروردگارم شنونده دعاست. نه امام ها، نه مرده ها، نه پیران، نه پاتال ها. هر مؤمن صادقی، هر موحدی موضوع استجابت دعا را از طرف خداوند تجربه کرده. وقتی که است با تمام وجودش خدایش رو میکنه، خداوند استجابتش میکنه، تا بدونه که دعا پذیرنده اوست، تا بدونه که دعاشو شنیده، تا بدونه که همه چیز در دست اوست. این است حکمت دعا. همینه حکمت دعا، اینه که بدونید تو ای مؤمن، ای موحد، یه پشتیبان دارید، حاضر، ناظر، شنونده، نزدیک، مجیب. هیچ ذاتی غیر از الله چنین نیست. هر کسی غیر از این صفاتو به چه امام بده، چه پیغمبر بده، چه فرشته ها بده، مشرک محضه. و چرا استجابتت میکنه؟ تا بدونی که اولا بدونی که همه کارها دست اوست، ثانیاً که او را دوست داشته باشید، ثالثاً اینکه بهش اطمینان داشته باشید، برای اینکه همیشه با او باشید، برای اینکه تنها از او بترسید و از هیچ کس دیگری نترسید. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. هبه یه چیزی است که عطایی است که بدون مقابله. همه فرزندان هبه خدایی هستند. اگر هبه نمی بود، اگر عطای الهی نمی بودن، وقتی زن و فرزند نزدیکی می کردن، حتما باید فرزند به وجود می اومد. لیکن چنین نیست. چه بسا افرادی رو می بینیم، مسلمان، غیر مسلمان، از هر دین و ملتی، فرزند ندارن. بلکه مجرد وجود زن و مرد ایجاد فرزند نمی کنه. اینا سببن، لیکن فرزند و خداوند در این وقت ایجاد میکنه. یهب لمن یشاء اناثا. هر کسی که بخواد مؤنث میده، هر کسی که بخواد مذکر میده، یا هر دوشون یزوجهم ذکران و اناثا و یجعل من یشاء عقیم. هر کسی که بخواد عقیم قرارش میده. در همه اینها یک حکمت است. انه علیم قدیر. اوست که آگاه و با قدرته. و دلیلی که ذریه هبه هر چرا که خدا بخواد، زکریا علیه نبینا صلی الله علیه وسلم از خداوند خواست که بهش فرزندی بده، با وجودی که بزرگساله، با وجودی که همسرش نازایه، لیکن فرزند به وجود اومد. خداوند دعاش پذیرفت. ولذا خداوند فرمود که كذلك قال ربك هو علی هین. با وجود که بزرگسالی، زنت نازای، عقیمه، لیکن برای من این کار آسونه. وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا. قبل از این زکریا تو رو خلق کردم و هیچی نبودی. یعنی اینکه زکریا دخالتی در اسباب و مسببات و قوانین خدا نداره. زکریا پیغمبر، اون وقت امام جعلی و زورکی شیعه که دیگه جای خود دارد. خداوند سبحانه و تعالی ذریه رو هبه نامیده. ولذا باید شکر خدا ادا کنیم که به من شما فرزند میده. چه بسا که فرزندانی صالح باشند که رهن اشاره انگشتت باشند و دوربر خودمون رو ببینیم. چه بسا که فرزندانی هستند که عاقند و کسی رو که خداوند فرزند نداده، چه بسا که فرزندان دیگران براش مهربانترند. همه اینها حکمت خدایی است. اگر فرزند ذکور داد در سر و چشم،
لیکن و اناث داد همچنین. لیکن مهم اینه که از خداوند بخوای که ذریت صالح باشه. اگر ذکر و انثی، نر و ماده، دختر و پسر نصیب کرد، باز هم باید شکرش ادا کنیم و همیشه دعا کنیم خداوند اونها رو صالح کنه و ما و شما رو بر تربیتشون کمک کنه. و حتی کسی رو که خداوند عقیم قرار داده باز هم شکر خدا کنه، برای که این خودش هم یک منته. چه باسا فرزندان ناخلف دیدیم پدر مادرانشون رو زندگیشون رو جهنم کردن و چه پسر چه دختر. و کسی که فرزند نداره شکر خدا میکنه. خداوند فرزندان دیگرانو چنان براش مهربان میکنه گویا فرزندش هستن. ورده هر که میبیندش میگه ای عمو کاری نداری، خدمتی نداری انجام بدی. و ابراهیم علیه و نبینا الصلاة والسلام وقتی که میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر، ستایش خدایی راست که در بزرگسالی به من فرزند داد. این هبه. على تفسیر میگن که علی الکبر خداوند ابراهیم خداوند رو بر خاطر اسماعیل و اسحاق که در بزرگسالی بهشون داده سپاس میکنه. لیکن چرا کلمه علا به کار میبره که 3 حرفه به جای 2 حرفی که مثلا ما یا فی؟ نفرمود که الحمدلله الذی وهب لی مع الکبر. چرا نگفت مع الکبر؟ بلکه علا تو افاده استعلا میکنه، یعنی که بزرگسالی علامت ضعفه، لیکن اراده خداوند قوی‌تر از ضعفه. و اگر میفرمون مع الکبر، معیت اینجا مقتضاش قوت نیست، اما علی الکبر مقتضاش قوته. قدرت خدا رو در نعمتی که در کهنسالی بهش داده ظاهر میکنه. وقتی که ابراهیم علیه السلام شکر خدا را ادا میکنه، یک دعاشو استجابت کرده و از قبل فرموده بود که انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، من ذریه‌مو در سرزمین خشک و لم یزرعی رها کردم طبق دستوره. لیکن از خدا خواست که ذریه‌اش صالح باشه. و از اینجا میفرمود که آخر آیه ان ربی لسمیع الدعا، پروردگار همان پروردگارم شنونده دعا هاست. هر کسی مردگان شنونده دعا بنامه با دین ابراهیم، با دین محمد، با دین انبیا جنگیده، اگرچه اسمش مسلمان باشه. ببینید این انبیاء بزرگ با درجات و مرتباتی که دارن چقدر متواضعن. یوسف علیه السلام چه گفت؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. ای خدایا از اون چی که مرا دعوت میکنن، دعوت به همخوابگی، زنان زیبای مصر، زندان برای من بهتره. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، اگه مکرشون از من دور نکنید من به شما میل پیدا خواهم کرد و اکون من الجاهلین، و از جاهلان خواهم شد. نگفت من با ولایت خودم یا با ولایت علی نجات پیدا کردم، طوری که فیلم یوسف که پر از دروغ هاست خامنه‌ای درستش کرده. اینجا سیدنا ابراهیم میفرماید رب اجعلنی مقیم الصلاة، مرا نمازگزار دائم الصلاة قرار ده. گاهی انسان از یک گناهی ممکنه که ظاهرش گناه نباشه، از گناه هم بدتره، به خاطر عبادتهاش درش بیفته. اون خودپسندی است. رضا ابن عطاءالله اسکندری میگه که رب معصیت اورثت ذلا و انکسارا
خیر من طاعت اورثت عزا و استکبارا. چه بسا چه اندک معاصی هست که نتیجهش شکست نفسی و ذلت در مقابل خداوند. چون این معصیتی بهتر از طاعتی است که از عبادتی است که نتیجهش تکبر و استکبار بر مردم باشه. ولذا پیامبر می‌فرماید که اگر شما گناه نمی‌کردید، به گناه نمی‌افتادید، یعنی من بدتر از گناه براتون می‌ترسیدم. بدتر از گناه چیه؟ خودپسندی، خود را از دیگران برتر دونستن. انبیاء اعظام علیهم السلام خاطر شناختشون به عظمت خداوند و دیدگاه درستی که دارن متواضعن، خودشون را نیازمند خدا میدونن، موحدن. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، پروردگارا مرا و ذریه مرا دائم الصلاة قرار بده. آیا در فاتحه هر روز نمیخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ همین ایاک نعبد و ایاک نستعینی که ابو جهل و ابو لهب به معنیش آگاهتر از همه مراجع شیعه بودن. اونها این معنی اینو میفهمیدند و نمیگفتن. مراجع شیعه، مراجع زندیق مدعی تشیع، اینو میگویند و نمیفهمند. اینو میخونن بعد یا علی میگن یا حسین میگن. انسان حتی برای عبادت خداوند از خود خدا کمک میگیره، برای طاعت خداوند از خود خدا کمک میگیره، برای معصیت به خدا پناه بره. لا مرجع منک الا الیک، هیچ پناهگاهی از تو جز خودت نیست. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. گویا که ابراهیم علیه و نبی السلام وقتی که دعا کرد که خداوند او رو دائم الصلاة قرار بده، بعد از اون دوباره بشریتش به سراغش میاد. میاد که درخواست دیگری بکنه و بعد ممکنه که درخواست میکنه درش خیر باشه درش شر باشه، لیکن وقتی که از خدا میخواد که اونو دائم الصلاة قرار بده، این جز خیر درش چیزی نیست، هم خودش را و هم ذریه‌اش را. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارا مرا و والدین مرا و مؤمنان را در روز حساب مغفرت کن. کسی که از خداوند طلب مغفرت میکنه، اونا پیغمبری است که معصومه. این نشانیه اینه که قدرت خداوند در این هستی نامحدوده. خداوند وقتی که جل جلاله و منواله هر پیغمبری رو که انتخاب میکنه، اونو از احتیاط و از طلب مغفرت معاف نمیکنه. ولذا رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماد که انی استغفر الله بالیوم و لیل 100 مره، من در شبان روز 100 بار از خداوند طلب مغفرت میکنم. طلب مغفرت راجع به پیغمبران اگر به خاطر گناهی هم نباشه، سیئات الابرار حسنات المقربین، ببخشید حسنات الابرار سیئات المقربینه، نیکی های نیکان نسبت به مقربان بدی هاشونه. و اگر گناهی هم نداشته باشن با عصمتشون، این ادب با خداونده. برای که خداوند سبحانه و تعالی شایسته عبادتی که ما را مکلف کرده. اگر بر مندوبها و بر مستحبات توانایی نمی داشتیم، خداوند از ما اونها رو نمیخواست. ولذا خداوند میخواد که ما ازش مغفرت طلب کنیم. بعضی از ما ممکنه فرایض رو از دست بدن، ولذا همش دعا کنیم خداوند ما رو ببخشید.
همیشه این یادتون باشه که حسنات الابرار سیئات المقربین. خداوند راجع به پیامبرش فرموده که لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو ببخشه و تو نعمته علیک و نعمتش را برات اتمام کنه و هدیک صراط مستقیما و بر راه راست هدایتت کنه. و من شما توانایی عبادت بیشتر از اون چرا که خداوند مکلفمون کرده داریم. اگر فقط به تکلیف ها قناعت کنیم گویا شکر کامل را ادا نکردیم. پس چطور نسبت پیامبران بخصوص که اونا برگزیدگانند آیا شکر خدا رو نباید ادا کنن؟ طلب مغفرت نباید بکنن؟ و طلب مغفرت اینجا شامل والدین و بقیه مؤمنان هم میشه. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. انسان همچنان که میدونیم یک وجود اصلی داره، اون از آدمه، همه بشر از آدم خلق شده. یک وجود مستقیم و مباشر که از ابوینش پدر و مادره. آدمی که به سبب والدین انسان به دنیا آمده باید برشون طلب مغفرت کنه و اونها اسوه خود قرار بده و برای بقیه مؤمنان هم طلب مغفرت کنه، برکه همراهانشان، قدوهشان الگوان براش، توصیه به حق میکنن، توصیه به صبر میکنن. ولذا ابراهیم علیه و نبینا الصلاة والسلام برای همه مؤمنان و همچنان دعا میکنه که بر ذریه‌اش. این دعوت ابراهیمی است و شفاعتی است برای همه مؤمنان. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. تا اینجا توقف میکنم، بریم سراغ ایمیل هاتون یا واتساپتون. آقای سادات شیعه، السلام علیکم. دو تا صفت برامون نوشتی که بالاتر از بنده و اونا رو نمیخونم. از حسن ظنت خیلی متشکرم. استاد امروز هم صدای کم بد هست، اما نه اونجور که قابل فهم نباشه. تشکر از شما که ما را آگاه کردی. من 2 سال آره صدا بده. آقای سادات شیعه، سلام علیکم. من 2 سال رفتم تحقیق و شما را دنبال نکردم که شاید هر روز دیدن و شنیدن حرفاتون تاثیر روی قضاوتم نداشته باشد، اما این مدت خلاف و ضد حرفای شما پیدا نکردم که قابل پذیرش باشد. از هفته قبل که مجدد بیننده شما هستم خیلی خوشحالم. خدا من دستونو بگیره و روز به روز شما را به قرآن و سنت و عقل نزدیک تر کنید. آقای سلطان سلیم، پرده آخر. بریم پرده آخر. یک اشاره کنه سیل میخوابه. مرحوم آقای خونساری گفتن حاج آقا سیل اومده تا بالای رودخانه رو گرفته، فیضیه پر شده از آب، میترسیم سیل بیاد تو حرم بیبی، میترسیم قوم و سیل ببره. فرمود منو درشکه سوار کنید ببرید. آوردن لب رودخانه، 2 کلمه دعا خونده، آب دهنش ریخت تو رودخانه و گفت آقا جون 1 ساعت بعد دیدیم آب رفت پایین. مرحوم آقای نجفی می‌فرمود که خدمت من خودم دیدم زلزله 8 دهم ریشتر تو قم از زمان من بود. 8 دهم ریشتر
همون وقت نماز شب حاج آقا بود، اومد که خدمت تو حرم، 8 بشه کل قوم خراب میگه. من دیدم خدمت بس کنم امام عصر تو حرم ایستاده لگد زد به زمین، گفت اینجا قوم ها حرم ماست. ساکت شو. شب و روزگار خوش. با این چرندیات، با این خرافات مردم رو فریب میدن. آخوند مفتخور علاج افسردگی گریه برای حسین است. گریه کسان افسردتر میکنه. اینو من به شما بگم، علاج همه افسردگی ها، اینو به همه دنیا میگم، هر کسی دیپریشن داره، افسرده است، هر کسی که احساس میکنه به آخر خط رسیده، اگر بخواد انبساط پیدا بکنه، ابتهاج بده، بتونه خوب بخنده، بتونه زندگیشو پیدا بکنه، تنها راه علاجش گریه بر مصائب سید الشهدا، هیچ راه دیگه ای نداره. یعنی اگر من این مراکز روان درمانی و این آقایون روان پزشک و من اگر جایی نباشم، به کسانی که احساس میکنن به آخر خط رسیدن، دچار نهلیسم شدن، به پوچی رسیدن، من نسخه‌ای که تجویز میکنم اینه یه جایی رو پیدا کنید که بتونید خوب برای امام حسین گریه کنید و کسی خوب میتونه بخنده و خندش حقیقیه و تصنعی نیست، با تکلف. بگید که خامنه‌ای در پیش قبر خمینی چیکار میکنه، ببینیم چیه. مشرک باشی چی؟ این مشرک این حرفا رو میفهمه؟ وضعیت کعبه و مشهد کوفه بعد از ظهور امام زمان، امام کوران و کران، فرمودن امام صادق علیه السلام به مفضل یک، دارم به چشم میبینم مفضل پسرم اعلام میکنه کعبه رو میخوام خراب بکنم و خراب میکنم. الان دیدید یه جا رو خراب میکنن، میخوان بسازن، یه تابلو میزنن، پروژه مثلا تجاری، پروژه نمیدونم چی چند سال طول میکشه، چند تا سقف توضیح میدن. زمان ظهور از این توضیح ها به ما نمیدن. امام صادق فرمودن فرزندم میاد خونه کعبه رو از بیخ ویران میکنه. چرا؟ یک، میخوان کعبه رو بذارن دقیقاً همون جایی که خدا به حضرت آدم دستور داده بود، چون در طول تاریخ فاسقین و ظالمین جایگاه کعبه رو تغییر داده. دو، میخوان با یک سبک جدیدی بسازن به یک شکل جدید، ولی به کسی توضیح نمیدن. مسجد کوفه رو فرمودن امام زمان از بیخ ویرانش میکنه. چرا؟ چون مرکز حکومت حضرت مسجد کوفه است. میخوان با یه وسعتی بسازن که 1000 دروازه داشته باشه، از اونجا عالم رو هدایت بکنن. مثل اربابان صهیونیستا. آقای ابو فاروق مصنع، کلیپ باز کردن قبر، کلیپ باز کردن قبر که از شهیدان تالبان که بعد هفته جد انتقال، این کلیپ دستکاری میشه، آدم نمیتونه باور کنه. متاسفانه به خصوص مولانا عبدالعزیز در همه اوقات بیدارش عزیز، همتش افزا به تبلیغات دین، پرشاد از قبض او روی زمین، از فیض او روی زمین، حاج غلام محمد سربازی رحمه الله، خدا رحمتش کنه. ببینیم چیه.
فریاد امتی هر روز و شب ورد تو بود. افسوس شیطان لعین مهر تو را از ما رو بود. دارالعلوم زاهدانی که شما تشریف آوردید و مهمانید، دارالعلوم مکی، این بنیان گزارش حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه هست و حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی یک انسان بسیار عاقل، یک انسان بسیار دوراندیش، یک انسانی که بسیار صدر داشت و دلسوز بود برای همه مسلمانان، انسان خدا ترس، انسان پرهیزگار، انسان پرهیخته، انسان عاقل و عالم، انسان که هم سیاست مدار و هم عالم ربانی بود. کمتر ما دیدیم، ما نمیگیم که نبود ولی میگیم کمتر اینو عالم ما دیدیم. واقعا یکی از انسانهای بسیار شایسته و فرهیخته روزگار بود. حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه اینجا چنان زندگی کرد در زاهدان که روزی که وفات کرد همانطور که اهل سنت برایشان گریه کردن، برادران شیعه گریه کردن و در مرثیه مولانا شعر سرودان. مولانا عبدالعزیز و حضرت حاج آقای کفامیر هر دو عالم شیعه و سنی با هم کنار هم بسیار خوب زندگی کردن و با هم رابطه دوستانه داشتن و سبب شد که شیعه و سنی با هم نزدیک بشن. روزی که مولانا رفت این همه غیر مسلمانای زاهدان هم برای حضرت مولانا عزادار شدند که او زمان گفت اگر مشکلاتی بود ما به مولانا مراجعه می کردیم، مشکل ما حل می شد، الان به که مراجعه بکنیم. این مدرسه عزیزان من دستاورد حضرت مولانا هست و بنیان گذارش همون مولانا و اگر شما چیزی در این مدرسه می بینید برکات دعای حضرت مولانا از زاهدان تا عرفات، از زاهدان تا حرمین شریفین برای این مدرسه دعا کرده. مدارس بلوچستان اکثرا یادگار همین علمای فریخته که رفتن. بانی این حوزه خیر حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله، پروردگاران در بهترین رحمت جای عنایت فرما، درجات این عالم بزرگوار را بلند بگردان. نشان بدهیم تمام اقلیت های مذهبی را به آغوش بگیریم، تمام اقلیت های دینی را به آغوش بگیریم و تا همه در سایه عدل اسلام، در سایه عدل الهی، در سایه عدل جمهوری اسلامی به راحت زندگی بکنند. شبهای ما مهتابی است، شبهای ما مهتابی است، نور محمد تا ابد روشنگر راه من است، در روز خورشید منو، هنگام شب ماه من است، هنگام شب ماه من است، هنگام شب ماه من است. چون ندا آمد ز حق بر تعطیل و تجلیل دین، حامد و ادریس و پیش تن قربان بر اجلال دین عبدالله سربازی. قلب خود ای صاحب جانان، بر من بده روزی رزق شهادت را، در لحظه آخر حکم ردایت را، بر من بده روزی رزق شهادت را، در لحظه آخر حکم ردایت را. مرچی بلوچستان پرنه چینارا،
اللون لون الدم والريح ريح المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك وقتی که جان من از تن برون آید لبخند آزادی بر چهره‌ام آید وقتی که جان من از تن برون آید لبخند آزادی بر چهره‌ام آید هر قطره خونی از من که می‌ریزد رنگش به رنگ خون بویش به بوی گل هر قطره خونی از من که می‌ریزد رنگش به رنگ خون بویش به بوی گل مرچی بلوچستان قريتي نارا اللون لون الدم والريح ريح المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك گر حکمتت باشد برماندنم اینجا من را بشناسه ای رب بی همتا گر حکمتت باشد برماندنم اینجا من را بشناسه ای رب بی همتا چون این جهاد من حکم خدا باشد رضایت مخلوق از این جدا باشد چون این جهاد من حکم خدا باشد رضایت مخلوق از این جدا باشد مرچی بلوچستان قريتي خداوند هر دوشون رحمت کنه. هر دوشون نواهای حضرت مولانا عبدالعزیز بودن که در جنگ با این رژیم شهید شدن، هم اینشون را و هم حضرت مالک ریگی رو. خب دوستان با اجازه شما من رفع زحمت میکنم و تا جلسه دیگه انشاءالله همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ضعیفه آلبانی هست شماره 4915 که این حدیث موقوفه. دوباره شیخ آلبانی میگه که این حدیث موضوعه، مجعوله، یعنی دروغه. و عبدالحسین یعنی همین موسوی کذاب میگه که اخرجه جماعت من اصحاب السنن بالاسناد الى ابی ذر مرفوعا، گروهی از اصحاب سنن با سند به این که پیش ابوذر مرفوع این روایت کردن. ببینی حرف این کذابو. و بعد شیخ البانی در حاشیه در تعلیق این حدیث میگه که فی هذا التخریج تدلیس خبیث، در چنین روایت کردنی یک نیرنگ خبیث وجود داره. نیرنگ خبیث. به خبیث گفتن مذهب چیه؟ گفت رافضی هم. اینا کارشون خباثته، کارشون تقیه.